پرواز به هوا از آرزوی دیرینه بشر. صنعت هوانوردی زمان سفر را به حد اقل رسانیده، روی اقتصاد جهانی و روابط میان جوامع انسانی تأثیرات چشمگیر وارد کرده است. این صنعت نخستین بار توسط ابوالقاسم عباس ابن فرناس پایه‌گذاری شد که 11 قرن پیش نخستین پرواز آزمایشی را انجام داد. در قدم دوم در قرن 19 میلادی نیز مراحل ابتدایی پرواز به هوا را بشر به تجربه گرفت که سرانجام برادران رایت امریکایی در 7 دسامبر سال 1903 میلادی پس از چندین بار آزمایش پرواز موفقانه را تجربه کردند و لقب پیشگامان صنعت هوانوردی را کسب نمودند. در قرن 20 میلادی طراحی طیاره را بر رشد نهاد و اکنون به یک صنعت مهم اقتصادی مبدل شده که به اشکال مختلف مسافربری، نظامی، تفریحی، تحقیقاتی و گردشگری درآمده است. سالانه حدود 4.5 میلیارد نفر از حمل و نقل هوایی استفاده می نمایند. 16 قوس برابر با 7 دسامبر روز جهانی هوانوردی است. در این تاریخ در سال 1944 کنونسیون بین المللی هوانوردی امضا شد و در پی آن سازمان هوانوردی جهان ایجاد شد. این سازمان 28 سال پیش در سال 1992 طی قطعنامه این روز را به عنوان روز جهانی هوانوردی اعلام کرد. کشورهای جهان همه ساله از این روز گرامی داشت می نمایند و بر اهمیت صنعت هوانوردی روی زندگی بشر از نظرگاه اقتصادی و ارتباطات، معیارهای بین المللی مسئولیت پرواز، مقررات حمل و نقل هوایی و ارتقای صنعت هوانوردی تاکید می ورزند. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان برای دومین بار است که از این روز گرامی داشت می نماید. هوانوردی ملکی در سال 2020 گواه رویدادهای مهم و ناگواری بود. از میان دهها سانحه هوایی در جهان، سقوط طیاره بوئینگ 737 کشور اوکراین که در آن 176 تن کشته شدند در صدر رویدادهای هوانوردی قرار گرفت و جنجال برانگیز شد که تا اکنون پرونده آن نهایی نشده است. بحران بی‌پیشینه حمل و نقل هوایی ناشی از انتشار ویروس کووید 19، این ویروس با ماهیت سریع الانتقال بودن خود بیش از 200 کشور در سراسر جهان را آلوده کرده و تأثیرات بسزای روی صنعت هوانوردی بر جا گذاشت. توقف و کاهش مسافرت‌های هوایی و جلوگیری از ورود شهروندان از کشورهای دیگر یکی از اقدام‌های دولت‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود که سبب شد شمار قابل توجهی از پروازها در جهان را زمینگیر و خسارات جبران ناپذیر به این بخش وارد کند. با گزارش سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی آیاتا، آسیب ناشی از ویروس کرونا 118.5 میلیارد دلار زیان مالی در سال 2020 و ضرر 38.7 میلیارد دلار در سال 2021 را برآورد کرده است که 60.9% کاهش را در صنعت هوانوردی در سال 2020 نشان می‌دهد. کل درآمد صنعت هوانوردی در سال 2020 در مقایسه با رقم 838 میلیارد دلار سال 2019 46% کاهش یافته است و درآمد سال 2021 در حدود 29% نسبت به سال 2019 کاهش خواهد یافت. مدیر کل آیاتا گفته است که این چالش روی اقتصاد و ترافیک هوایی تا نیمه 2021 به گونه کلی مرفوع نخواهد شد. درآمد مسافری برای سال 2020 طوری که پیش بینی می شود 69% کاهش پیدا کرده و به 191 میلیارد دلار می رسد. طبق پیش بینی سازمان آیاتا، شمار مجموعی مسافران هوایی از 4.5 میلیارد نفر در سال 2019 به 1.8 میلیارد نفر در کل سال 2020 کاهش خواهد یافت. بر بنیاد پیش بینی سازمان بین المللی آیاتا، انتظار می رود که ترافیک هوایی تا اواسط سال 2021 با تست کووید 19 و استفاده از واکسن بازگشایی شود. در آخرین مورد، این سازمان مکرراً از دولت‌ها درخواست کرده که برنامه تست کرونا را جایگزین قرنطینه نمایند. شرکت‌های هوایی در اکثر کشورها زیر بار قرض فرو رفتند. 173 میلیارد دلار از سوی دولت‌ها برای شرکت‌های هوایی کمک شده است تا جبران خسارت ورشکستگی نمایند، در حالی که تا چند ماه آینده به 70 الی 80 میلیارد دلار نیاز پیدا می‌کنند تا به حیات خود ادامه بدهند. سازمان آیاتا گفته است که تاریخ سال 2020 را به عنوان بدترین سال مالی صنعت مسافرت هوایی ثبت خواهد کرد.
هوانوردی ملکی افغانستان در سال 2020. شرکت‌های هوایی در افغانستان نیز از چالش‌های فراگیر جهانی پیش آمده در امان نماندند. بر بنیاد گزارش‌ها در 6 ماه نخست امسال حدود 30 میلیون دلار به 2 شرکت هوایی آریانا و کام ایر زیان وارد گردید. اداره هوانوردی ملکی به عنوان منبع پردرآمد دولتی بیش از 40 میلیون دلار در سال مالی 1397 کسر عایداتی داشته است که در مقایسه با سال 1398 خورشیدی حدود 60% کاهش را نشان می‌دهد. اما در بخش انتقال کالاهای تجاری در نیمه اول سال مالی 1399 342 تن کارگو که شامل صادرات تولیدات داخلی کشور می شود به کشورهای بیرونی انتقال داده شده است. همچنین از طریق دهلیز هوایی بیش از 3251 تن اموال تجاری کشور به کشورهای مانند عربستان سعودی، هندوستان، دبی، ترکیه و از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی انتقال داده شده است. از 4 ماه به این سو با در نظر داشت محدودیت‌ها و تدابیر صحی، پروازهای داخلی در ولایات و برخی پروازهای خارجی از میدانهای هوایی کشور جریان دارد.